من حالا در نزد پارلمان بریتانیای کبیر قرار دارم. وقتی با تاجیکستان مقایسه میکنی فرق از زمین تا آسمان است. پارلمان تاجیکستان یک پارلمان کیسگی است. گمان میکنی که یک رمه را در یک تالار جا کردند و گوسفند زیاد خاموش میخورند و همیشه دست بالا میکنند، دیگر کاری ندارند. این پارلمان را نه خلق انتخاب کرده است، بلکه اینا همه انتخاب کرده های رحمانوف هستند، یا نفقورا هستند، یا بیکارخوجا هستند، یا بومژ های سیاسی هستند که آنها را رحمانوف در پارلمان جا کرده است و هر چیزی که رحمانوف گوید این توده گوسفند همیشه دست بالا میکند. فقط دست بالا کردن، پا بالا کردن، سر زدن، لبک زدن و دیگر چیزی در پارلمان تاجیکستان دیده نمی شود. در اینجا مردم بحث میکنند، در اینجا برای هر یک قانون، برای هر یک موضوع حزب ها، شخصیت ها، دیپوتات ها با هم دست به گریبان میشن، ساعت های دراز بحث میکنند. هر کس میخواد حقیقت خود را به مردم برساند و در آخر یک قرار قبول میکنند که از این قرار همه آگاه هستند. و این پارلمان هر کسی میخواهد آزاد میتواند وارد شود، در همین تالار نشیند، محاکمه مسئله را گوش کند، بها دهد و اگر به چیز راضی باشد یا نباشد به وکیل خودش مراجعت کند. وکیلی که درد مردم را نمیگوید در نوبت دیگر هیچگاه و به هیچ وجه انتخاب نمی شود. تاریخ پارلمان بریتانیا دورودراز و خیلی عجایب است. مثلا من یک مثال میارم. یکی از وزیران کارهای داخلی بریتانیا به کدام سفارت نامه می نویسد که ایمیل نامه می نویسد و خواهش میکند که به دختر دوست داشتهش ویزا دهند. فقط به همین خاطر که یک وزیر نامه نوشته که به دوست دخترش کمک کنند، این وزیر استعفا داد بعد آن که پارلمان این مسئله رو برداشت. مسئله دیگر، روزنامه دیلی تلگراف وقتی درباره آن نوشت که چندین دیپوتات ها از وظیفه سوء استعمال میکنند و این رسانه‌ای شد، این دیپوتات ها استعفا دادند. ببینید، از یک جانب نفوذ پارلمان که تمام قرارهای مهم دولتی را تنها با رخصت پارلمان عملی میکنند و از جانب دیگر آزادی روزنامه ها، تاثیر روزنامه ها، تاثیر افکار جمعیتی. بعد که در دیلی تلگراف یک روزنامه مشهور انگلیسی مقاله درباره از منصب سوء استفاده کردن دیپوتات ها چاپ شد، چندین دیپوتات ها به استعفا رفتند. این است پارلمان و پارلمانتاریسم، نه پارلمانت رحمانی. ما هم حق داریم که در چنین کشور زندگی کنیم. ما هم حق داریم که مثل این مردم زندگی آرامانه داشته باشیم. ما هم حق داریم که خودم وکیل ما رو انتخاب کنیم، خودم پرزیدنت ما رو انتخاب کنیم. اما این حکومت جاهل، این حکومت ظلم و ظالمان اصلا یگان چیزی از دموکرات نمیداند، نمیفهمد و نمیخواند. این نودیده ها، این نادیده ها، این ناکس ها، این نوراه ها ما را به بیراه بردند و یگانه و راه نجات ما تنها در آن است که از این توده کثیف ملت خود را، خلق خود را، وطن خود را، تاجیکستان خود را آزاد کنیم. ما هم مثل همین انگلیس ها دو چشم، دو گوش، یک بینی و دو دست داریم. ما هم میتوانیم سزاوار چنین زندگی باشیم. برای همین ما باید مبارزه بریم، ما باید حقوقمون را طلب کنیم، ما باید از رژیم رحمانی خلاص شویم. گشت و گذار سیاسی خود را در شهر لندن دوام میدهیم. حالا من در نزد سود عالی شهر لندن هستم. در این دادگاه بزرگ اروپایی چند سال پیش یک محاکمه سر و صدا و پرواهمه صورت گرفته بود که به تاجیکستان تعلق داشت. چند سال پیش
شرکت تالکو که شرکت خصوصی آیلی رحمانوف است، اداره آن در دست حسن سعداللهیف دادر عروس رحمانوف می باشد، در اینجا صورت گرفته بود. این محاکمه قریب نیم سال دوام کرد و یکی از گرانترین محاکمه های سعودی در تاریخ بریتانی کبیر به شمار می رود. آن شب و روز روزنامه های بریتانی کبیر از جمله روزنامه های مشهور فاینانشل تایمز و دیگران از این سود رپورتاج و خبرها نوشته بودند و گفته بودند که خراجات سودی که یعنی خراجاتی که برای این سود، برای این دادگاه تاجیکستان، طرف تاجیکستان خرج کرد، بیش از 200 میلیون دلار امریکایی قیمت داشت. سود با فایده رهبر شرکت انسال عوض نظروف حل شد. وقتی که تمام نماینده های تاجیکستان به شهر لندن می آمدند، در این نیم سال حسن سعداللهیف، علی مردانوف، شیرعلی کبیروف، ده ها آدمان دیگر از حکومت و از اطرافیان رحمانوف به لندن می آمدند. آنها در مهمانخانه های 5 ستاره زندگانی می کردند. در طیاره ها با بیزنس کلاس پرواز می کردند. و اگر خراجات همه این را حساب کنیم، قیمت این سود بیش از 250 میلیون شاید شده باشد. آنها پول زیادی را برای ادوکات ها، برای مطبوعات، برای ترغیب در مطبوعات استفاده بردند. عجیب این است که در این محاکمه سودی آخرین آدمی که همچون شاهد دعوت کرده میشد امام علی رحمانوف بود. سودی بریتانی کبیر این سودی تاجیکستان نیست. یگان کس، نه سروزیر، نه وزیر، نه ملکه، کسی نمیتواند که به این سود تاثیر کند و آنها بسیار گمان کردند که در لندن هم میتوان رشوه دهی، پاره دهی و از این شرمندگی رها یابی، اما آنها خطا کرده بودند. آخرین شاهد در این سود باید امام علی رحمانوف میشد. حکومت دیگر علاجی نداشت، طرفداران رحمانوف دیگر علاجی نداشتند. آنها مجبور شدند که با عوض نظروف سود بندند. تصور کنید یک تاجر بر یک دولت، یک تاجر بر یک حکومت، یک تاجر بر یک کشور پیروز آمد. این است قیمت رحمانوف، این است قیمت حکومت رحمانوف، این است قیمت راهبری رحمانوف. و این شرمنده ها نشرمیده در روزنامه ها بیان داشتند که ما این 200 میلیون دلار رو برای اون صرف کردیم که آبروی تاجیکستان رو برداریم. ای بی آبروها، شما کجا و آبرو کجا؟ شما کجا و انصاف کجا؟ شرمنده اید شما. اگر در یگان کشور دیگر چنین محاکمه سودی برگزار میشد، تمام رهبریت این حکومت باید به استعفا میرفت. مردم باید به جاده ها میریختند، میتینگ میکردند، گردی همایی میکردند و این 200 میلیون دلار رو طلب میکردند. 200 میلیون دلاری که پول فرزند شما، پول کودک شما، پول پدر شما، پول خواهر شما، پول دادر شما است. امروز هم تالکو در جزیره های ویرجینی که در بریتانی کبیر واقع است، یک جزیره که در آنجا تاجرها نلاغ یعنی انداز نمیسپارند و هر قدر پول داشته باشند بیرون از انداز است. در این جزیره ها بیشتر آدمان فاسق، آدمان خیانتکار، آدمان دوست حساب ها میکشند و به آن حساب ها پول خودشان را میگذارند. از جمله هر ماه 20 میلیون دلار امریکایی به حساب حسن سعداللهیف در همین جزیره ویرجینی که جزیره آفشور است داخل می شود. 20 میلیون دلار. شما تصور کنید بیش از 60% برق شما را، قوه برق شما را انمی تالکو میگیرد و نرخ برقی که شما میسپارید یا یگان تاجر میسپارد 10 برابر از نرخ تالکو گران است. برای همین با افسانه های رحمانوف، با افسانه های حسن سعداللهیف
به افسانه های اولاد این اجداد این باور نکنید. اینها دوز هستند، اینها رهزن هستند، اینها همان دسته علی بابا و چی راهزن می باشند. در تمام دنیا سفارتخانه این آن کشور این شناسنامه همون کشور به حساب می رود. از روی همون سفارتش، کارمندان سفارتش مردم به همین کشور بها می دهند. بدبختانه سفارت تاجیکستان در بریتانیا واقعا یک شرمندگی نوبتی رژیم رحمانوف است. در همین بنا در یک منزل 3 حجرگی بنای سفارت واقع است. حتی نمی‌بینید که در اینجا بیرقی از روی قاعده معمول اینجا باید بیرق تاجیکستان پرتو افشان باشد. شما نه بیرق تاجیکستان رو می‌بینید و نه یک نوشتجاتی که در این بنا سفارت تاجیکستان واقع است. چرا؟ آنها همه کار فقط برای خودشان میکنند، برای کشور نمیکنند. در همین بنا یک نفری میشند، یکی از دامادهای امام علی رحمانوف به نام شمس‌الله صاحبوف که نماینده تجارتی تاجیکستان در بریتانیا است. شمس‌الله صاحبوف با جنگجال و خرخشه با عمر علی قوتوف تاجر و سیاستمداری که حبس شده بود، نام شمس‌الله مشهور شده بود در رسانه‌های تاجیکستان. این یکی از رهبران شرکت‌های فراز و تاجران می باشد. من حیران میشم که کشورهای ناتو، کشورهای اروپا، امریکا نه تنها با یک رژیم اوباش همکاری میکنند، این رژیم اوباش و رژیم بداخلاق دستگیری میکنند، بلکه همراه اوباشان چون شمس‌الله صاحبوف تجارت میکنند. در شرکت های شمس‌الله صاحبوف به افغانستان مواد سوزشواری میکشانند، بنزین، سلیارک و غیره، و از این تجارت خیلی و خیلی فایده زیادی میگیرند. آنها برای خودشان همه کار را میکنند، اما برای تاجیکستان نمیتوانند که در یک کشوری که سرنوشت دنیا حل میشود، در یک کشوری که سیاست بین الخلقی را معین میکنند، حتی یک سفارت ارزنده ندارند. انا این است رژیم رحمانوف. تنها در غم خود، تنها در غم جیب خود، تنها در غم خویشاوندان خود، تنها خودپرستی، خودخواهی و دیگر هیچ. در این سفری کوتاه در لندن من یک چیز عجیب را کشف کردم. امروز رحمانوف و خویشاوندان رحمانوف در اروپا نه تنها فرزندان خود را میخوانند در بهترین دانشگاه ها، در بهترین کالج ها، بلکه آنها در اینجا خانه و در هم میخرند. به نزدیکی شنیدم که حسن سعداللهیف در یکی از منطقه های بسیار گران لندن یک منزل را به قیمت 7 میلیون پوند استرلینگ خریداری کرده است. بغیر از این عجیب است که فرزندان بسیاری آنها از جمله پسر حسن سعداللهیف محدین در همین جا کالج خواند. و عجیبش حتی پسری راننده رحمانوف، پسری شافیار رحمانوف هم در انگلیس میخواند. در این کالج ها در مدت 1 سال نرخ تحصیل زیاده از 100,000 دلار امریکایی است. آنها فرزندان خودشان را در بهترین دانشگاه ها میخوانند. از حساب مهنت شما، از حساب زحمت شما، از حساب عرق جبین شما. و تصور کنید، ببینید حال مکتب های تاجیکستان را، به حال آنها مرغان هوا میگیرند. چرا آنها فرزندان خود را در بهترین مکتب های اروپا میخوانند؟ برای آنکه آنها ما را مثل غلام در آینده استفاده برند، برای آنکه تنها آنها سواد داشته باشند، تنها آنها دانش داشته باشند، تنها آنها توانند که در کارهای مهم، در سمت‌های مهم فعالیت کنند و فرزندان شما باشند یک عمر یا گستربایتر باشند، یا غلام، یا مرد کار، یا یک کارگر عادی.
من نشونیدم که یک نفر از فرزند دهقان، یک فرزند کارگر که دانش خوب، عقل خوب، ذکاوت خوب دارد، از حساب بودجه مملکت در یگان کشوری خارجه خواند. در تمام کشورهای خارجه آنها فقط فرزندان خودشان را، نزدیکان خودشان را میفرستانند. برای همین آنها نه تنها آینده شما را، هموطنان عزیز، بلکه آینده فرزندان شما را میدزدند، آینده فرزندان شما را میربایند. و باز یک بار میگویم، یگانه راه خلاصی از این اولاد ترکنها، از این کژدمها، از این ماران ضحاک، از این خدا بیخبران، از این خدازده ها است. راه دیگری بجز این نیست. هرگاه به یگان کشور اروپایی سفر میکنم، دیدم ریش می شود. چرا ما نمیتوانیم چنین زندگی داشته باشیم؟ چرا کودکان ما نمیتوانند چنین خوشبختانه زندگانی کنند؟ چرا پدران و مادران ما نمیتوانند که یک نفقه خوب گیرند و یک زندگی ارزنده داشته باشند؟ در اروپا وقتی مردم به نفقه میبرایند، آنها فقط سیر و سیاحت میکنند از این کشور به این کشور. اینجا هاید پارک لندن است، یک میدان آزادی. در اینجا هر یک انسان یا یک حزب یا یک گروه یا یک بخش مردم میتوانند گردی همایی کنند، میتوانند به ضد حکومت، به ضد رهبرانشان اعتراض نمایند، درد دل خودشان را بیان کنند. در اینجا یگان کس برای میتینگ، برای گردی همایی کسی را حبس نمی کند، از کسی اجازه نمی پرسد. اینجا واقعا یک میدان آزادی، یک منبر آزاد است که مردم درد دل خود را میگویند. اما دیکتاتورها مثل رحمانوف از شنیدن صدای مردم، از شنیدن صدای حق میترسند. چرا میتینگ در تمام دنیا گناه نیست؟ در تاجیکستان گناه است. میتینگ کردن گناه نیست. این کثیف ها میخواهند که هم مردم ما را تحقیر کنند، تجاوز کنند، به ناموسشان رسند و باز میخواهند که این مردم خاموش باشند. دیگر وقت خاموشی نیست. ما برای آزادی میردیم، مثل مردم انگلیس باید مبارزه بریم. این آزادی ها، این زندگی شرفمندانه، این زندگی که همه چیز برای انسان است، آسان به دست نآمده است. هزاران هزار مردم این سرزمین هم برای این باغ، برای این آزادی، برای این فضای پرنور و فضای نورانی جان باختند و جان دادند. برای همین ما باید خودمان مبارزه بریم که چنین میدان ها داشته باشیم، آزاد باشیم، آزادانه حرف زنیم و آزاد زندگی کنیم. مردم تاجیکستان بیدار شوید. مردم تاجیکستان از خواب گران برخیزید. مردم تاجیکستان قسمت شما در دست شماست. کسی بغیر از شما غم شما را نخواهد خورد. آزادی به محبوسان سیاسی، آزادی به محمد رضا اسکندروف، آزادی به زید سیدوف. همدیاران عزیز، طلب کنید که شکنجه و ظلم در زندان ها بس کرده شود. ما راه دیگری نداریم. ما نمیتوانیم که اقلا یک سال، یک هفته و یک روز دیگر رژیم رحمانوف را صبر و طاقت کنیم. رژیم رحمانوف ما را به نابودی میبرد، ما را به نیستی میبرد، ما را به بدبختی میبرد. زنده باد تاجیکستان، مرگ به ظالمان. زنده باد تاجیکستان آزاد. رحمانوف استعفا، رحمانوف شرمنده، رحمانوف به سود بین خلقی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله. حاضر من در نزد یکی از مسجدهای جامع شهر لندن، یکی از مسجدهای بزرگ لندن قرار دارم. در یک کشوری که کشور اسلامی نیست، بیش از 1,500 مسجد عمل میکنند. بیش از 1,500. تنها در خود شهر لندن 354 مسجد هست که مسلمانان آزادانه می آیند، نماز می خوانند، طاعت عبادت می کنند
و می روند. در اینجا یگان خیل ممانعت برای مسلمانان نیست. در اینجا همه چیز از روی شریعت است و کسی مثل حکومت رحمانوف به مردم مسلمان دیکته نمی کند، نمی گوید که از چند سالگی به مسجد رفتن ممکن است و از چند سالگی به مکتب رفتن ممکن نیست. حاجی باده پرست امام علی رحمانوف یک بار باید به این کشور گذر کند و ببیند که به مسلمانان چه خیل و چطور احترام قائل هستند. در بریتانیا 3 میلیون مسلمانان زندگی میکنند. 100,000 از اینها آدمانی هستند که از مسیحیت به اسلام گذشتند، از دینهای دیگر دست کشیدند و به دین مبین اسلام رو آوردند. وقتی در داخل این مسجد بودیم و با مردم مسلمانان، با نمازگزاران صحبت کردیم، اونها حیران شدند که در یک کشور مسلمانی در تاجیکستان چقدر بالای مردم مسلمان تحقیر و زوراوری را حکومت نسبت مردم روا می‌بیند. این همه گواه آن است که رحمانوف نه به اسلام قائل است، نه به دموکرات قائل است، نه به آزادی انسان قائل است، نه به حقوقهای دیگری مردم. و واقعا رحمانوف یک منافق است. یک منافق است که هم حج می رود و هم باده می خورد، هم خود را دموکرات اعلان می دارد و هم از بدترین دیکتاتور هم ظالمتر، قاتلتر، خائنتر، جفاپیشه‌تر است. من در پیش این مسجد ایستادم و از شما عزیزان خواهش میکنم که همراه من دست دعا بردارید و نیایش کنید. خدایا خداوندا مردم ما را، ملت ما را، خلق ما را از ظلم این ظالمان رها ببخش. خدایا خداوندا زندانیان ما را آزاد کن. خدایا خداوندا برای مردم ما، برای مردم تاجیکستان یک حکومت عدل و عدالت پیشه را نصیب گردان. خدایا خداوندا آه ما را بشنو، اشکهای ما را ببین و ما را به یک زندگی آزادانه، به یک زندگی پاک، به یک زندگی که تمام شرایط برای انسانها فراهم باشد برسان. خدایا خداوندا در این مهاجرت را برای مردم ما ببند. بگذار که مردم تاجیکستان در کشور خود، در وطن خود، در سرزمین خود کار کنند. خدایا خداوندا به مردم ما جسارت بخش. خدایا خداوندا به مردم ما سربلندی بخش که خودشان با کمک تو دست به عملهای زنند که از این حکومت رهایی یابند. رهایی از این حکومت امید ما، آرزوی ما است. آمین و رب العالمین. الله اکبر.